با اطلاع مسئولان مؤسسه دولتی نگهداری راههای شهر ترسونزاده امسال در حدود شهر و جماعت‌ها تعمیر و ازنوسازی زیاده از 100 کیلومتر راه به نقشه گرفته شده است. از این شماره نزدیکی 5 کیلومتر راه که در حدود جماعت ریگر پیش بینی گردیده است با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و صاحبکاران وطندوست و آبادکار شهر ترسونزاده پورا اسفالت پوش کرده می شود. تا این مدت 70 کیلومتر راههای محلی و جمهوری در توازن مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد شهر ترسونزاده بوده نقشه است که از تعمیر جاری برآورده می شود. خوشبختانه صاحبکاران نیز برای آباد و زیبا نمودن محل زیستشان طرفداری نمودند، پیوسته در کارهای جمعیتی سهم می‌گذارند. بین دیه‌ها ما اسفالت پوش کرده ایستادیم. من حاضر ما با صاحبکار محلی علیشیر خدیر دستگیری کرده با رئیس خواجگی دیخونی رمضان دلشاد یولباش یاردم کرده ما همین کار تشکیل کردیم. با منای مؤسسه دولتی راهسازی شهر ترسونزاده ما بی‌واسطه دستگیری کرده ایستاده است. تابستانه باشد با 2.5 کیلومتر اسفالتی وای داریم، محلی داریم، نصیب باشد 100% اسفالت پوش کردن میگیریم. در توازن مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد شهر ترسونزاده جمع 281 کیلومتر راه میباشد که 28 کیلومتر راه جمهوری و 253 کیلومتر راههای محلی تشکیل میدهد. در تعمیر اکثر قطعه‌های راههای محلی ساکنان نیز به طریق حشر در کارهای هموارکنی اشتراکی فعالانه می‌نمایند. به اندیشه آنها سهم گذاشتن در کارهای سازندگی یک گوشه وطن خود شرف و افتخار است. امروز از طرف مؤسسه تصمیم گرفتیم که با صاحبکاران محلی که در اساس سپارشی پیشوای ملت اساسگزار صلح وحدت ملی جناب عالی محترم امام علی رحمان که از پیامشان برمیآید تمام امکانیت‌ها را استفاده برده در تمام راه‌های محلی ده‌ها و راه‌هایی که با منظره‌های سیاحی میبرد کار را جانب نموده دست جمعانه و یکدلانه به انجام رساندن کارهای بنیادکاری روز تا روز در شهر ترسونزاده بیشتر می‌گردد که این عامل جهت دستگیری سیاست رهبریت عالی مملکت و مهیاسازی شرایط ارزنده برای زندگی شایسته مردم فعال نیک است.